راهنمای مهار دیوارهای غیرسازه‌ای با استفاده از سیستم والمش. دیوار پیرامونی دیواری است که محیط داخلی ساختمان را از محیط خارجی آن جدا می‌کند. در دیوارهای پیرامونی مطابق پیوست ششم 2800 و نشریه 819 نوارهای والمش باید به صورت قائم اجرا شوند. در ابتدا پروفیل نبشی گالوانیزه در وجه خارجی دیوار بر روی کف نصب می‌گردد. برای نصب نبشی ها معمولاً از اتصالات پیچی، جوشی و چسب اپوکسی استفاده می شود. در این مرحله توری های والمش مطابق با فواصل مندرج در نقشه های اجرایی نصب می گردد. در مرحله دیوارچینی به دلیل ارتفاع ساختمان و در پی آن محدودیت‌های دسترسی به پشت دیوار، پلاستر تثبیت کننده والمش باید حین دیوارچینی و بعد از هر سرج به طور مرحله‌ای بر روی نوارهای والمش اجرا شود.